سلام، من علیرضا پایون هستم، کارشناس جذب دیوار، دیجیکالا، اچ آر جنرالیست دیجیکالا و الان هم اچ آر بیزنس پارتنر اپلیکیشن آب. میخوام یه تجربه ای رو با شما به اشتراک بذارم در مورد حضور در جلسات مصاحبه شغلی که جلسات معمولا سختی هم هستن برای ما. میتونم اسمشو بذارم اعتماد به نفس و خودباوری توی جلسات مصاحبه. توی کشور ما به دلیل اینکه موقعیت‌های شغلی معمولا نسبت به متقاضیان شغل کمتره، این تلقی میشه که انگار همیشه کارفرما دست بالا رو داره و توی این جلسه در واقع کاندید هست که توی سطح پایین‌تری توی این مذاکره قرار میگیره. ولی من میخوام بگم که در واقع اینجوری نیست. به خصوص تو لایه‌های تخصصی کسانی که مهارت خاصی دارن، تجربه خاصی دارن، اصلا اینجوری نیست. سازمان موظفه که شرایط خیلی خوب رو مهیا بکنه برای کاندید توی جلسه مصاحبه تا بهترین تجربه براش رقم بخوره. یکی از شاخص‌های عملکردی اصلی حوزه جذب و استخدام تجربه‌ای هست که برای کاندیدا توی مصاحبه‌های شغلی رقم میخوره. مورد بعدی اینه که شاید بدنماش خودمون رو یک کمی اون طرف میز مصاحبه بذاریم، ببینیم سازمان توی چه موضعیه. به هر حال سازمان یک نیازی داشته که الان داره برای پر کردن یه موقعیت شغلی مصاحبه میکنه. به هر حال از یه نیازی این جذب در اومده و اونها اینجوری نیست که لزوماً دارن یه موقعیت خاصی رو در اختیار دیگران میذارن. نه، خودشون یک نیازی دارن به عنوان سازمان که میخوان با ارزیابی کاندیدای مختلف اون نیاز رو پر بکنن. حتی در مورد کسانی که سابقه شغلی ندارن اینجوریه که یه وقتایی واقعا نیاز سازمان بر اینه که آدمی رو جذب کنه که نیروی تازه کار فرشه به دلایل مختلف، مثلا اینکه میخواد حقوق پایینتری بر اون پوزیشن پرداخت بکنه یا اینکه میخواد یک کسی رو بیاره با فرهنگ خودش رشد و آموزش بده یا دلایل مختلف دیگه. به هر حال وقتی که رزومه شما تایید شده و توی جلسه مصاحبه حاضر شدید، سازمان یه نیازی داشته در مورد حضور شما در پوزیشن مورد نظرش. مسئله دیگه اینه که لازم نیست حتما کسی رو که جلوی ما نشسته توی میز مصاحبه خیلی یه آدم فضایی و عجیب و غریب در نظر بگیریم. نه، واقعیت اینه که خیلی وقتا خب یه کارشناس جذب هست که تو موقعیتی که ازش خواسته میشه که پوزیشنی زودتر پر بشه و یا اینکه بسا حالا به هر حال کسی که نشسته چه به عنوان مدیر استخدام چه به عنوان کارشناس جذب در سطح بالایی از مهارت‌های نرم و مهارت‌های سخت و تخصصی بسا خودش نباشه و اینجوری نیست که لزوما ما خودمون رو در سطح پایین‌تری نسبت به اون طرف میز مصاحبه در نظر بگیریم. حرف آخرم این که ما میتونیم به جلسات مصاحبه به عنوان یک فرصت برای یادگیری، برای ایجاد نتورک، برای آشنایی با یک کسب و کار و برای ارزیابی خودمون توی موقعیت خاص نگاه بکنیم، چیزهای زیادی رو ازش به دست بیاریم. بنابراین با اعتماد به نفس و خودباوری میریم توی جلسات مصاحبه، بهترین خودمون رو ارائه میدیم و فارغ از نتیجه میدونیم که دستاوردهایی رو برای ما به همراه داره. مرسی.